به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب پدر پولدار پدر بی پول، نوشته رابرت کیوساکی، یکی از بهترین کتاب‌هایی که نوشته شده در حوزه علوم اقتصادی و مالی هستش. این کتاب در حوزه موفقیت و خودیاری هم قرار میگیره. کیوساکی در این اثر به مخاطبانش می‌آموزد که چگونه می‌توانند پول را به خدمت خود درآورند. کتاب پدر پولدار پدر بی پول سالهاست که در لیست پرفروش‌های نیویورک تایمز خودنمایی می‌کند. اما این کتاب با ترجمه خانم مهناز سائمی در انتشارات پر در تهران در سال 1396 چاپ شده. لطفاً با من همراه باشید تا معرفی کوتاهی در مورد این کتاب رو برای شما بخونم و سپس کتاب رو با هم دیگه کشفش کنیم. رابرت کیوساکی کتاب مشهورش را با این جملات آغاز می کند. من 2 پدر داشتم. یکی پولدار و دیگری فقیر. یکی از آنها دارای تحصیلات عالی و باهوش بود. او مدرک دکترا داشت و 4 سال دوره کارشناسی را در کمتر از 2 سال به پایان رسانده بود. او برای ادامه تحصیل بورسیه دانشگاه استنفورد، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه شمال غربی شد. اما پدر دیگرم هرگز کلاس 8 را به پایان نرساند. هر دوی آنها افرادی موفق در زندگیشان بودند. به سختی تلاش می‌کردند و درآمدی قابل توجه داشتند. اما نقطه نظرهای کاملا متفاوت در حوزه امور مربوط به پول داشتند. برای مثال یکی از آنها میگفت عشق به پول ریشه همه بدی هاست و دیگری میگفت عدم وجود پول ریشه همه بدی هاست. احتمالاً شما هم دوست دارید بدانید چه چیزی موجب این همه تفاوت نظر در بین این 2 پدر شده است؟ لطفاً با من همراه باشید و این کتاب رو با هم دیگه بخونیم تا متوجه این تفاوت نظر بشیم. اما در مورد رابرت کیوساکی که از یک خانواده دورگه ژاپنی امریکایی و در هاوایی به دنیا آمد. رابرت پس از پایان دوره دبیرستان در نیویورک به ادامه تحصیل پرداخت و پس از به پایان رساندن دانشگاه به نیروی تفنگداران دریایی امریکا پیوست. او به عنوان افسر و خلبان هلیکوپترهای سنگین نظامی در جنگ ویتنام حضور داشته است. رابرت کیوساکی پس از بازگشت از ویتنام در سال 1977 شرکتی را تأسیس کرد و به تولید کیف پول مردانه از نایلون و ولکرو پرداخت. رابرت در ادامه زندگی حرفه‌ای خود مؤسسه‌ای به نام مؤسسه آموزش که به صورت بین‌المللی هستش تأسیس کرد و به آموزش تجارت و سرمایه‌گذاری در 7 کشور جهان پرداخت. این تاجر موفق در سن 47 سالگی به سرمایه‌گذاری روی آورد و در این حوزه هم بسیار موفق عمل کرد. کیوساکی کلاس‌هایی برگزار می‌کند و در آنها از سرمایه‌گذاری با بالاترین بهره و کمترین ریسک و همچنین نحوه بیدار شدن نبوغ مالی در افراد می‌گوید. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه ورق بزنیم. آنکه گذشته را در اختیار دارد، آینده را نیز در اختیار خواهد داشت. آنکه حال را در اختیار دارد، گذشته را هم در اختیار دارد. نیازی احساس می شود. آیا مدرسه کودکان را برای زندگی در جهان واقعی آماده می کند؟ پدر مادر من عادت داشتند مدام به من بگویند سخت درس بخوان و نمرات عالی بگیر تا در آینده شغلی با درآمد بالا و مزایای عالی داشته باشی. هدف آنها در زندگی این بود که من و خواهرم را برای تحصیلات به دانشگاه بفرستند تا شانسی بالا برای موفقیت در زندگی داشته باشیم. وقتی در سال 1976 با افتخار نمرات بالا و در حالی که یکی از دانشجویان برتر کلاس بودم، مدرک حسابداری خود را از دانشگاه ایالتی فلوریدا گرفتم، پدر و مادرم به هدف خود رسیدند. این بزرگترین دستاورد آنها در زندگیشان بود.
طبق برنامه و طرح جامعی که داشتم در شرکت حسابداری بیگ اید استخدام شدم و مشتاقانه منتظر شغلی همیشگی و بازنشستگی در سن پایین ماندم. شوهرم مایکل نیز چنین مسیری را طی کرد. هر دوی ما از خانواده‌هایی سخت‌کوش با حداقل دارایی اما اصول اخلاقی کاری محکم بودیم. مایکل نیز با موفقیت تحصیلات خود را به پایان رسانده بود. او 2 بار از دانشگاه فارغ التحصیل شد، 1 بار در رشته مهندسی و بار دیگر از دانشکده حقوق. او بلافاصله پس از فارغ التحصیلی در شرکت حقوقی معتبری که در زمینه حق ثبت اختراع فعالیت داشت استخدام شد و با توجه به اینکه مسیر شغلیش به خوبی تعریف شده بود و بازنشستگی به موقع او تضمین شده بود خوشحال به نظر می رسید. با وجود اینکه هر دوی ما در شغل‌هایمان موفق بودیم وضعیت آنطور که انتظار داشتیم نبود. ما بارها شغلمان را به علل درست و منطقی تغییر دادیم. اما برنامه‌های مستمری و بازنشستگی مناسبی وجود نداشت که به نفع ما باشد. ذخایر نقدی بازنشستگیمان را تنها خودمان افزایش می‌دادیم. من و مایکل زندگی بسیار خوبی داشتیم و صاحب 3 فرزند شده بودیم. اکنون که من شروع به نگارش این متن کردم 2 تن از فرزندانمان دانشجو هستند و یکی از آنها به تازگی دبیرستان را شروع کرده است. ما موقعیت را به بهترین نحو برای فرزندانمان فراهم کرده ایم تا عالی‌ترین وضعیت تحصیلی در دسترسشان قرار بگیرند. یک روز در سال 1996 یکی از فرزندانم در حالی که مایوس و دلسرد بود از مدرسه به خانه آمد. او از مطالعه زیاد خسته و کسل شده بود و در حالی که اعتراض می‌کرد گفت چرا باید وقتم را صرف مطالعه مطالبی کنم که هرگز در زندگی واقعی از آنها استفاده نمی‌کنم؟ من بدون اینکه فکر کنم گفتم تا زمانی که نمرات خوب نگیری به دانشگاه نمی‌روی. او در پاسخ گفت چه به دانشگاه بروم چه نروم می‌خواهم فردی ثروتمند شوم. من با اندکی ترس و نگرانی مادرانه گفتم اگر از دانشگاه فارغ التحصیل نشوی هرگز نمی‌توانی شغلی خوب به دست بیاوری و اگر شغل خوب نداشته باشی چطور می‌خواهی برای ثروتمند شدن برنامه بریزی؟ پسرم لبخند زد و با بی‌حوصلگی سرش را تکان داد. ما پیش از این نیز بارها در این باره با هم حرف زدیم. او همواره سرش را پایین می‌انداخت و چشمانش را به اطراف می‌چرخاند و توصیه‌ها و حرف‌های مادرانه من به گوشش فرو نمی‌رفت. او با وجود داشتن هوش و اراده قوی همواره پسری مؤدب بود. مادر، او باز هم بحث را شروع کرد. حالا نوبت من بود که به حرفایش گوش بدهم. کمی امروزی باش و با زمانه پیش برو. به اطرافت نگاه کن. افراد ثروتمند به سبب تحصیلاتشان ثروتمند نشدند. به مایکل جردن و مدونا نگاه کن. حتی بیل گیتس که از دانشگاه هاروارد اخراج شد. او مایکروسافت را تأسیس کرد و حالا یکی از ثروتمندترین افراد امریکاست. در حالی که هنوز در دهه 4 زندگی خود است. بازیکن بیسبالی هست که سالانه بیش از 4 میلیون دلار درآمد دارد. در حالی که به او برچسب عقب افتاده روانی زدند. سکوتی طولانی میان ما برقرار شد. برایم روشن شده بود که من نیز همان توصیه‌ای را به پسرم می‌کردم که والدینم مدام به من گوشزد می‌کردند. دنیای اطرافمان تغییر کرده است اما پند و نصیحت‌ها تغییر نکردند. تحصیلات عالی داشتن و کسب نمرات خوب دیگر عامل تضمین کننده موفقیت نیستند. هیچ کس جز فرزندانمان متوجه این قضیه نشده بودند. پسرم در ادامه گفت مادر من نمیخواهم به سختی شما و پدر کار کنم. شما پول بسیاری به دست میآورید و ما در خانه بزرگ و با اسباب بازی‌های بسیار زندگی میکنیم. اگر نصیحت‌های شما را گوش کنم در نهایت به همان چیزی دست می‌یابم که شما هم دست یافته‌اید. باید در نهایت مانند شما هر روز سخت‌تر از دیروز کار کنم تا مالیات بیشتری بپردازم و بدهی‌هایم را تسویه کنم. دیگر هیچ امنیت شغلی وجود ندارد. من کاملا نسبت به اوضاع بد شرکت‌ها و کاهش کارکنان آگاهم. همچنین می‌دانم فارغ التحصیلان کنونی درآمدی کمتر نسبت به فارغ التحصیلان زمان شما دارند. به دکترها نگاه کن. دیگر مانند گذشته درآمد ندارند.
می‌دانم که نمی‌توانم به بیمه تامین اجتماعی یا مستمری بازنشستگی تکیه کنم. من به منابع و پاسخ‌های جدید نیاز دارم. حق با او بود. هر دوی ما به پاسخ‌های جدید نیاز داشتیم. توصیه‌ها و نصیحت‌های والدین من شاید به درد افراد متولد پیش از سال 1945 می‌خورد، اما برای افرادی مانند ما که در این عصر تغییرات سریع متولد شده‌ایم فاجعه‌آمیز است. من دیگر نمی‌توانم به راحتی به فرزندانم بگویم به مدرسه برو، نمرات عالی بگیر و به دنبال شغلی امن و مطمئن باش. می‌دانستم باید به دنبال راه‌ها و شیوه‌های جدیدتر برای هدایت تحصیل فرزندانم باشم. من به عنوان مادر و حسابدار نگران نقص‌هایی بودم که در زمینه آموزش مالی در مدارس وجود داشت. بیشتر نوجوانان پیش از اینکه دبیرستان را تمام کنند کارت اعتباری دریافت می‌کنند، در حالی که هرگز دوره‌ای درباره پول و نحوه سرمایه‌گذاری آن نگذراندند. چه برسد به اینکه درباره چگونگی کاربرد سود مرکب در کارت‌های اعتباری اطلاعاتی داشته باشند. آنها بدون اینکه دانشی در زمینه کارکرد پول داشته باشند وارد دنیایی میشوند که آمادگی رویارویی با آن را ندارند. دنیایی که در آن بر خرج کردن پول بیش از صرفه‌جویی تاکید شده است. وقتی پسر بزرگترم در سال اول دانشگاه به سبب عدم آگاهی با بدهی بسیار در کارت اعتباریش مواجه شد، من نه تنها به او در این زمینه کمک کردم، بلکه به دنبال برنامه‌ای بودم تا به افزایش آگاهی کودکانم در زمینه‌های مالی کمک کنم. یک روز در سال گذشته همسرم از محل کارش با من تماس گرفت و گفت در اینجا با کسی روبرو شدم که فکر می‌کنم باید با او ملاقات کنی. او در ادامه گفت اسم او رابرت کیوساکی است. او تاجر و سرمایه‌گذار است و به اینجا آمده است تا حق ثبت اختراع یک کالای آموزشی را بگیرد. فکر می‌کنم این همان چیزی باشد که به دنبالش هستی. و این همان چیزی بود که دنبالش بودم. همسرم مایک بسیار تحت تاثیر جریان نقدینگی قرار گرفته بود. رابرت کیوساکی به تازگی جریان نقدینگی را ایجاد کرده بود و هر دوی ما را به عنوان اولین شرکت کننده ها در آزمایش این بحث دعوت کرده بود. از آنجا که این آزمایش نوعی بازی آموزشی بود، من از دختر 19 ساله‌ام که دانشجوی سال اول دانشکده ایالتی بود برای شرکت در این آزمایش دعوت کردم و او پذیرفت. حدود 15 نفر در 3 گروه مجزا در این آزمایش شرکت کردند. حق با مایک بود. او همان محصول آموزشی بود که به دنبالش بودم. این محصول شبیه صفحه بازی مونوپولی بود که موشی بزرگ و خوش‌لباس در وسط آن قرار داشت. اما برخلاف بازی مونوپولی این محصول 2 مسیر داشت. یک مسیر از درون و یک مسیر از بیرون. هدف از بازی این بود که از مسیر درونی که رابرت به آن مسابقه موش میگفت به مسیر بیرونی که به آن مسیر سری میگفت برسند. همانطور که رابرت میگفت مسیر سری بیانگر نحوه نقش‌آفرینی افراد ثروتمند در زندگی واقعی بود. او در ادامه مسابقه موش را برایمان توضیح داد. اگر به زندگی افراد سخت‌کوش و دارای تحصیلات متوسط نگاه کنید به مسیرهای مشابه میرسید. کودک متولد می شود و به مدرسه می رود. والدین مغرور او از پیشرفت مدرسه رفتن و نمرات عالی و قبولی او در دانشگاه هیجان زده می شود. چون این کودکی از مدرسه فارغ التحصیل می شود و دقیقاً طبق برنامه به دنبال شغل یا کاری امن و مطمئن می گردد. و اتفاقاً شغل مورد نظر خود را با عنوان دکتر یا وکیل پیدا می کند یا به ارتش ملحق می شود و یا برای دولت کار می کند. در کل کودک شروع به پول درآوردن می کند. کارت‌های اعتباری بسیاری از راه می رسند و خریدها شروع می شوند. کودکان با در دست داشتن پول به مکانهایی می روند که سایر جوانان برای وقت گذرانی می روند. در آنجا افرادی را می بینند که با یکی از آنها قرار ملاقات می گذارند و ازدواج می کنند. در حال حاضر زندگی فوق‌العاده است زیرا امروزه زن و مرد در کنار یکدیگر کار می‌کنند. داشتن 2 درآمد در کنار هم مایه برکت و خوشی است. آنها احساس موفقیت می‌کنند. آینده‌ای روشن و درخشان در انتظارشان است. تصمیم می‌گیرند خودرو، تلویزیون و یا خانه بخرند. به تعطیلات بروند و بچه دار شوند. خوشی‌ها از راه می‌رسند و تقاضای پول نقد افزایش می‌یابد. زوج خوشحال به این نتیجه می‌رسند که شغلشان مهم است.
در نتیجه بیشتر تلاش می‌کنند و به دنبال ترفیعات و افزایش حقوق هستند. درآمدها افزایش می‌یابند و به تبع آن کودکی دیگر به جمع خانواده اضافه می‌شود و نیاز به خانه بزرگتر احساس می‌شود. آنها سخت‌تر کار می‌کنند و تبدیل به کارمندانی عالی و حتی متعهدتر می‌شوند. آنها مجددا به دانشگاه رفته مهارت‌های تخصصی‌تر فرا می‌گیرند تا پولی بیشتر به دست آورند. شاید شغل دوم اتخاذ کنند. درآمدهایشان افزایش می‌یابد، اما چون این افزایشی در مورد مالیات‌های مربوط به املاک، خانه بزرگی که خریداری کردند، امنیت اجتماعی و دیگر مالیات‌ها نیز اتفاق می‌افتد. آنها چک حقوقی بالایی دریافت می‌کنند و همواره متعجبند که پول‌هایشان چگونه و در کجا خرج می‌شوند. سهام برخی شرکت‌ها را می‌خرند و با استفاده از کارت اعتباریشان مایحتاج زندگیشان را خریداری می‌کنند. کودکانشان به 5 یا 6 سالگی می‌رسند و نیاز به پس‌انداز برای دوران تحصیل آنها و نیز نیاز به پس‌انداز برای دوران بازنشستگی افزایش می‌یابد. این زوج خوشحال که 35 سال پیش متولد شدند، حالا در ادامه روزهای کاریشان در مسابقه موش گیر افتادند. آنها به سختی برای شرکتشان کار می‌کنند، سخت کار می‌کنند تا مالیات‌ها، اقساط، وام‌های مسکن و کارت‌های اعتباریشان را بپردازند. آنها در ادامه به کودکانشان توصیه می‌کنند سخت درس بخوانند، نمرات خوب بگیرند و شغل یا حرفه‌ای امن و مطمئن پیدا کنند. آنها چیزی در مورد پول یاد نمی‌گیرند مگر کسانی که از ساده‌لوحی آنها سود می‌برند و به سختی برای زندگیشان کار و تلاش می‌کنند. این روند در نسل سخت‌کوش بعد نیز تکرار می‌شود. این همان مسابقه موش است. تنها راه بیرون آمدن از مسابقه موش اثبات کارایی‌تان در حسابداری و سرمایه‌گذاری است که هر دو از موضوعات مهم به شمار می‌روند. من به عنوان حسابداری رسمی که برای شرکت بیگ 8 کار می‌کردم، از اینکه رابرت نحوه یادگیری این دو موضوع را سرگرم کننده و هیجان انگیز کرده بود شگفت زده شدم. این روند به قدری خوب ایجاد شده بود که ما در حالی که شدیداً سعی بر خروج از مسابقه موش داشتیم، کاملاً فراموش کرده بودیم که در حال یادگیری هستیم. خیلی زود آزمایش محصول به بعد از ظهری سرگرم کننده با دخترم تبدیل شد. ما در مورد موضوعاتی بحث کردیم که تا به حال درباره‌شان حرف نزده بودیم. برای من به عنوان حسابدار بازی کردن با صورت وضعیت حساب و ترازنامه‌ها آسان بود. به همین سبب توانستم مفاهیمی را که دخترم یا دیگر بازیکنان متوجه نمی‌شدند توضیح دهم. من تنها شخصی بودم که آن روز پس از 50 دقیقه از مسابقه موش خارج شدم، در حالی که بازی حدود 3 ساعت طول کشید. در کنار من یک بانکدار، یک صاحب شرکت خصوصی و یک برنامه‌نویس کامپیوتر حضور داشتند. آنچه باعث نارضایتی و اضطراب من میشد این بود که این افراد در مورد مهمترین مسئله زندگیشان، یعنی حسابداری و سرمایه‌گذاری، اطلاعاتی بسیار کم داشتند. ناآگاهی و عدم درک دختر 19 ساله‌ام برایم قابل فهم‌تر از عدم آگاهی این افراد بود که حداقل 2 برابر او سن دارم و تجربه کسب کردند. من پس از خارج شدن از بازی مسابقه موش مشغول تماشای بازی دخترم و این افراد تحصیل کرده و بالغ شدم. اینکه چگونه تاس می‌ریختند و نشانگرهای خود را حرکت می‌دادند. با وجود اینکه بابت افزایش آگاهی آنها بسیار خوشحال بودم، همچنان ناراحت این بودم که اطلاعاتی اندک در مورد اصول اولیه و اساسی حسابداری و سرمایه‌گذاری داشتند. آنها در درک رابطه میان اظهارنامه درآمدی و ترازنامه مشکل داشتند. هنگامی که اموال و دارایی‌های خود را خرید و فروش می‌کردند، در مورد اینکه این معاملات روی جریان وجوه نقدی ماهیانه‌شان اثر می‌گذارد توجه کافی نداشتند. من به این موضوع فکر کردم که چند میلیون نفر در جهان وجود دارند که دچار مشکلات مالی هستند. آنها فقط به سبب اینکه در مورد سرمایه‌گذاری و حسابداری هرگز به آنها آموزش داده نشده. با خودم خدا را شکر کردم و گفتم چه خوب است این بازی و سرگرمی. حواسشان را در مقابل آرزوی برنده شدن ترک کرده است. پس از اینکه رابرت پایان مسابقه را اعلام کرد، 15 دقیقه به ما وقت داد تا با همگروهی‌های خود در مورد جریان نقدینگی بحث و گفتگو کنیم. صاحب شرکت خصوصی که در گروه ما حضور داشت
از بازی راضی نبود و از آن خوشش نیامده بود. او با صدای بلند گفت: من به یادگیری این موضوعات نیاز ندارم. من خودم برای شرکتم حسابدار، بانکدار و وکیل استخدام می‌کنم تا به همین امور رسیدگی کنم. رابرت در پاسخ او گفت: آیا تا به حال به این موضوع توجه کرده ای که چقدر تعداد حسابداران، بانکداران، وکلا، دلالان سهام شرکت‌ها و دلالان املاکی که ثروتمند نیستند زیاد است؟ آنها در مورد بسیاری از موضوعات اطلاعات دارند و در بیشتر موارد از اطرافیانشان باهوش‌ترند، اما پولدار نیستند. تنها به این علت که در مدارس به ما چیزهایی را که ثروتمندان می‌دانند یاد نمی‌دهند تا از دانسته‌های آن افراد برای ثروتمند شدن بهره ببریم. با این حال ما با این افراد مشورت می‌کنیم، اما روزی فرا می‌رسد که تو در حال رانندگی در بزرگراه در ترافیک گیر کرده ای و می‌خواهی هر چه زودتر به محل کار خود برسی. در همین حال به سمت راست خود نگاه می‌کنی و حسابدارت را می‌بینی. به سمت چپت نگاه می‌کنی و بانکدارت را می‌بینی. آنها نیز مانند تو در ترافیک گیر کردند. این اتفاق باید برایت مفهومی داشته باشد. برنامه‌نویس کامپیوتر هم که تحت تاثیر بازی قرار نگرفته بود گفت: من می‌توانم برای یادگیری نرم افزار بخرم. در این هنگام بانکدار تکانی به خود داد و در حالی که تحت تاثیر قرار گرفته بود گفت: من در مدرسه چند واحد حسابداری گذراندم، اما هنوز هم نمی‌دانم در دنیای واقعی چطور باید آنها را به کار بگیرم. حالا می‌دانم باید چه کار کنم. فکر می‌کنم لازم باشد از بازی مسابقه موش خارج شوم. اظهار نظرهای دخترم مرا بیشتر از همه تحت تاثیر قرار داد. او گفت: من نکات بسیار در مورد اینکه پول واقعاً چطور کار می‌کند و نیز درباره نحوه سرمایه‌گذاری آن یاد گرفتم. او در ادامه به صحبت‌هایش اضافه کرد: حالا می‌دانم که می‌توانم حرفه‌ای را انتخاب کنم که واقعاً به آن علاقه‌مند هستم، نه اینکه تنها به سبب امنیت شغلی، مزایا یا میزان حقوق دریافتی مجبور به انتخاب شغل باشم. اگر آنچه این بازی به من یاد داده است فرا بگیرم، آزادم. آنچه عمیقاً خواهانش هستم انجام دهم و مطالعه کنم، نه اینکه فقط به سبب فراگیری مهارت‌های شغلی خاص که تجارت به آن نیاز دارد به مطالعه منابع خاص بپردازم. اگر این موضوع را یاد بگیرم دیگر نیاز نیست مانند اکثر همکلاسی‌هایم نگران امنیت شغلی و امنیت اجتماعی باشم. من چون نمی‌توانستم پس از پایان بازی با رابرت حرف بزنم قرار شد در آینده با او ملاقاتی داشته باشم تا بیشتر در مورد این پروژه حرف بزنیم. می‌دانستم که او می‌خواهد با این بازی به دیگران کمک کند تا در زمینه امور مالی پس‌اندازی بهتر و بیشتر داشته باشند و همین سبب مشتاق بودم اطلاعاتی بیشتر در مورد پروژه‌اش داشته باشم. یک هفته پس از مسابقه من و شوهرم رابرت و همسرش را برای صرف شام دعوت کردیم. با اینکه این ملاقات اولین بار بود که اتفاق می‌افتاد، گویا سالها بود که همدیگر را می‌شناختیم. ما نقاط مشترک بسیار داشتیم. در حیطه موضوعاتی مختلف از جمله ورزش، رستوران‌ها، مسائل اجتماعی اقتصادی و دنیای در حال تغییر صحبت کردیم. مدتی طولانی درباره اینکه بسیاری از امریکایی‌ها پس‌اندازی بسیار کم در زمان بازنشستگی دارند و اینکه از لحاظ مراقبت‌های پزشکی و امنیت اجتماعی در مضیقه هستند حرف زدیم. درباره این بحث و گفتگو کردیم که آیا فرزندانمان خواهند توانست مخارج بازنشستگی 75 میلیونی را بپردازند و اینکه آیا مردم نمی‌دانند چقدر تکیه کردن به حقوق بازنشستگی مخاطره آمیز است. خب من فقط طرح آخر آقای رابرت کیوساکی رو برای شما میخونم و این وایس رو تمام میکنم. این کتاب شامل 6 درس است که مسیر پولدار شدن را برای شما هموار میکند. درس 1: ثروتمندان برای پول کار نمیکنند. درس 2: چرا باید سواد مالی آموزش داده شود؟ درس 3: به فکر تجارت خود باشید. درس 4: تاریخچه مالیات ها و به قدرت رسیدن شرکت ها. درس 5: ثروتمندان پول می سازند. و درس 6: برای یادگیری کار کن، نه برای پول. خب با توجه به این شرایط اینترنت من وایس ها رو کوتاه کردم و امیدوارم که اگر از این کتاب خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم.
تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.